عزیزان، پس جلسه دیگری که اگر به وقت بتونیم تموم کنیم میشه، شاید بشه آخرین جلسه از تعلیم فن جنگ روحانی. بعد میریم به از هفته های آینده میریم به سراغ خدمت شفا و آزادی. مطلب رو ادامه میدیم از هفته گذشته که در مورد جنگ روحانی در کلیسای ایرانی بود که گفتیم که شیطان و ارواح شریر به کلیسای ایرانی یا هر کلیسایی حمله میکنن و اول از رهبری کلیسا شروع میکنن و توضیح دادیم در مورد اینکه چه چیزهایی رهبر کلیسا رو در دسترس یا در تیررس حمله شیطان قرار میده و شیطان از چه راههایی وارد میشه. امروز میخوام جنگ روحانی در بین اعضای کلیسا، اعضای بدن مسیح صحبت بکنیم و این قسمتیه که اتفاقا خیلی از ما میتونیم واقعا با این قسمت همزیستی بکنیم و متاسفانه قسمت‌هایی از این مطلب رو ما چشیدیم، هممون به یک گونه‌ای تجربه کردیم که چجوری در بین اعضای کلیسا جنگ و جدال روحانی وجود داره و قاعدتا خیلی از این نزاع‌ها، خیلی از این بحث‌ها و ناراحتی‌ها نقشه شیطان است برای اینکه کلیسای خداوند رو ضعیف بکنه و تا جایی که کلیسا رو از هم بپاشه. پس شیطان از طریق گناهان شخصی اعضا و بندهای فرهنگی و بندهای مذهبی، مخصوصا برای حالا کشورهای شرقی، ما میگیم حالا امروز در مورد ایران صحبت میکنیم، بندهای فرهنگی و مذهبی ایرانیا در کلیسای ایرانی نزاع، ستیزه، دسته‌بندی، نفاق و پراکندگی ایجاد میکنه. پس سه تا گروه هست: گناهان شخصی، بندهای فرهنگی و بندهای مذهبی که اینها رو میخوام با هم دیگه نگاه کنیم. البته در بندهای فرهنگی و مذهبی رو در یک گروه خواهیم آورد، پس به دو گروه تقسیم میکنیم. اول میخوام در مورد گناهان شخصی صحبت بکنیم و این موارد رو که میگم ناخودآگاه ذهن ما میره و شروع میکنیم به هم کلیسایی های خودمون میگیم آها این مشکل فلانیه، این مشکل فلانیه، این عادت فلانیه. ولی بیایید به جای این کار خودمون رو امروز بیاریم و خودمون رو ببینیم که این چیزهایی که اینجا گفته میشه من کجای این داستان قرار دارم و اگه قسمتی هست که بذاریم روح القدس برای ما باز بکنه که اگه قسمتی هست که ما باید تصحیح بشیم، به خداوند اجازه بدیم، کمک بخوایم تا این قسمت در ما تغییر بکنه. پس گناهان شخصی، اولین و یکی از خرابکارترین گناهان بی‌اطاعتی هست. بی‌اطاعتی از رهبران هست. توی عبرانیان باب 13 آیه 17 میخونیم که میگه از رهبران خود اطاعت کنید و تسلیم آنها باشید، زیرا ایشان بر جانهای شما دیدبانی میکنند و باید حساب بدهند. پس اینجا کتاب مقدس از ما میخواد که رهبران خودمون در اطاعت رهبران خودمون باشیم و تسلیم اونها باشیم. حالا میتونیم واقعا من تسلیم رهبرم هستم، واقعا من در اطاعت رهبرم هستم، این رو من به عنوان یک رهبر نمیگم و درخواست نمیکنم، بلکه کتاب مقدس از ما میخواد تا ما در اطاعت رهبران باشیم. ولی از اونجایی که خیلی وقتها طبیعت گناه‌آلود انسانها سرکشه، دوست داره در اطاعت هیچ رهبری نباشه، نه فقط رهبری کلیسا، در اطاعت هیچ رهبری نباشه و متاسفانه این روحیه در کلیسا خرابی ها به بار میاره. ما خوانده شده ایم که در یک بدن، یک جسم، یک روح در کلیسا متحدن با هم باشه. حالا بیشتر صحبت خواهیم کرد. پس اطاعت نکردن یکی از اولین چیزهاییه که کلیسا رو به هم میریزه و نقشه شیطان رو عملی میکنه. دومین که خیلی ها باهاش متاسفانه آشنا هستیم، تلخی هست که منجر به زهر مسموم کننده در بین اعضای کلیسا میشه. میخوام عبرانیان باب 12 آیه 15 رو که یکی از آیات کلیدی هست رو با هم دیگه نگاه کنیم.
کلام خدا میگه مواظب باشید کسی از فیض خدا محروم نشود و هیچ ریشه تلخی نمو نکند، مبادا موجب ناآرامی شود و بسیاری را آلوده کند. انگار که داره از وضعیت کلیسایی میگه که درش تلخی هست، بین اعضا تلخی هست. مواظب باشید کسی از فیض خدا محروم نشه. تلخی میتونه مردم رو از فیض خدا محروم بکنه. پس چقدر این موضوع مهمه. میتونه باعث ناآرامی بشه در کلیسا. ما متاسفانه بودیم، دیدیم، چشیدیم که کلیسایی که درش بین اعضا تنش هست، بین اعضا آرامش نیست و وقتی وارد میشی احساس میکنی که اونجا جای آرامی نیست. پس اگر بین اعضا، اگر در قلب ما تلخی به وجود میاد، میتونیم اون رو توبه بکنیم. میتونیم اون رو، اگر از کسی ناراحت میشیم یا تلخی به ما در قلب ما بیاد، بریم و با طرف صلح بکنیم، بریم با رهبری، با افراد صحبت بکنیم، کمک بگیریم تا ریشه این تلخی ها عمیق نشه، بتونیم سریعا اون رو جمع بکنیم. سومین که یکی از باز هم مخربترین چیزهای گناهانی هست که کلیسا رو میتونه به هم بریزه، دسته بندی هست. دسته بندی توی کلیسا. امروز وقتی داشتم میخوندم خیلی این قسمت برام خیلی جالب بود. تا حالا انقدر دقیق این قسمت رو نگاه نکرده بودم که اول قرنتیان باب 1 آیه 10 تا 13 خیلی جالب در مورد دسته بندی در کلیسا صحبت میکنه. میگه ای برادران، به نام خداوندم عیسی مسیح از شما تمنا دارم که با هم توافق داشته باشید و در میان شما تفرقه نباشد، بلکه در اندیشه و رأی با هم متحد باشید. زیرا ای برادرانمان، اهل خانه خلوعه به من خبر دادند که میان شما جدال هاست. مقصود این که یکی از شما میگوید من به پولس تعلق دارم و دیگری میگوید من متعلق به آپولوس هستم و یکی دیگر میگوید من به کیفا تعلق دارم و دیگری از آن مسیح هستم. آیا مسیح تقسیم شده است؟ آیا پولس بود که برای شما بر صلیب شد؟ آیا به نام پولس تعمید گرفتید؟ پولس چقدر زیبا داره میگه، چقدر زنده و پویا داره میگه. بعضی وقتا این دسته بندی ها توی کلیسا دیده میشه. بعضی ها پیرو این برادرن، بعضی ها پیرو اون برادرن توی کلیسا، مخصوصا کلیساهایی که چند رهبره هست، چند نفر با هم دیگه دارن رهبری میکنن. و اینجا پولس میگه در مسیح متحد باشیم. آیا این برادر یا اون برادر بود که برای ما بر صلیب شد؟ پس مواظب باشیم که این گروه بندی ها، این دسته بندی ها تو کلیسای ما اتفاق نیفته. تا حد ممکن با همه در رفاقت، صلح، در یک رابطه مساوی به سر ببریم. اوکی؟ نکته بعدی باز هم مخرب، وای 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 وای، حسادت و رقابت بین اعضا. وقتی حس حسادت میاد، دیگه فکر میکنم نیاز به توضیح زیادی نداره. وقتی احساس رقابت میاد، حالا من در کلیسای ایرانی که چقدر بین اعضا رقابت هست و این رقابت سالمی نیست. رقابتیه که اگر با هم رقابت بکنن که همه با هم دیگه بلند بشن میتونه زیبا باشه، ولی رقابتیه که یه نفر دیگه رو باید بکشه پایین تا خودش بره بالاتر. این یک رقابت ناسالمه، این یک رقابت سمیه و این باعث میشه که کلیسا جای درستی نباشه. پس وقتی حسادت و رقابت، حس رقابت میاد، میتونه فضای کلیسا رو آلوده بکنه و این هم میتونه یک از نقشه های شیطان باشه. نکته بعدی، بدبینی و عدم اعتماد به رهبران کلیسا. وقتی اعضای کلیسا به رهبر کلیسا بدبین میشن، شک میکنن. چرا؟ چون میتونه فساد اخلاقی و گناهان که هفته پیش صحبت کردیم در اون رهبر باشه. میتونه در مورد فساد مالی باشه در کلیسا. میتونن بعضی ها فکر بکنن که مثلا این رهبر داره پارتی بازی میکنه.
چون ایشون با ایشون آشناس، با این رفاقت داره این خدمت رو بهش میده، یا اینجوری باش صحبت میکنه، یا توبیخش نمیکنه، یا هزار تا چیز دیگه. پس بدبینی و عدم اعتماد به رهبران کلیسا میتونه کلیسا رو به جای بد ببره و شیطان رو خوشحال بکنه. شیطان میخواد که ما همچین دید بدی نسبت به هم دیگه داشته باشیم. نکته بعدی، روحیه ایرادگیر و محکومیت بر علیه رهبری و حرکت کلیسا و بقیه اعضا. رهبران کلیسا یک دید و رویایی دارن که کلیسا رو به یک سمتی هدایت بکنن و از یک جلساتی، از یک سیستم هایی، از یک تعالیمی استفاده بکنن تا این اتفاق بیفته. حالا افرادی شاید باشن که روحیه ایرادگیر دارن. این چرا اینجوری شد؟ این چرا این ساعته؟ این چرا این روزه؟ این چرا این کارو میکنیم؟ چرا این بری نمیریم؟ چرا اون بر میریم؟ چرا اینجا جمع نمیش؟ هزار تا چیز دیگه که میتونه هی ایرادگیری، هی محکومیت، شما چرا این کارو میکنید؟ اصلا شما این کارو کردید اینجوری شد. این چیزها، این غر زدن ها، نق زدن ها میتونه یک وضعیت نابسامانی در کلیسا به وجود بیاره که اینم یکی از راههای شیطانه که کلیسا و اعضای کلیسا ضربه بزنه. خیلی خسته کننده میشه این وضعیت، هم برای بقیه اعضا هم برای رهبری. نکته بعدی قطع رابطه کردن با رهبران کلیساست. بعضی از اعضا دوست ندارن که رابطه صمیمی یا رابطه قلبی با رهبران کلیسا داشته باشن، چون حالا به هر دلیلی که فکر میکنم یکی از نکات بارز اینه که نمیخوان جوابگو باشن. پس رابطهشون کمرنگ میشه، فاصلهشون دورتر میشه و از دسترس خارج میشن. همچین شرایطی وقتی پیش بیاد، خب معلومه که اون افراد در امنیت خانواده الهی نیستن. افرادی هستن که هیچ رابطه‌ای با رهبران ندارن. رهبران، شبانان باید اجازه داشته باشن و باید این دسترسی رو داشته باشن که اگر چیزی در زندگی یک نفر درست نیست، این رو بگن بهش که اینجا رو میتونی بهتر عمل کنی، اینجا رو میتونی تحسین بکنی. ولی وقتی این رابطه نیست، خب معلومه که اونجا هیچ شبانی بر شخص انجام نمیشه و این برای کلیسا خوب نیست. نکته بعدی، از بین بردن اتحاد بین اعضا. توی کلمه دو به هم زنی کردن که یکی از خصوصیات شیطانه که در مبحث‌های قبلی با هم دیگه مطالعه کردیم. اصلا دو به هم زنی از دل شیطان میاد، قلب او اتحاد نیست، دو به هم زنیه. و اینجا میبینیم که افرادی هستن متاسفانه در کلیسا که اگر اجازه بدن که شیطان از اونها استفاده بکنه، شروع میکنن در کلیسا دو به هم زنی کردن، رابطه اینو با اون خراب میکنن، رابطه اونو با اون خراب میکنن و اون اتحادی که باید در کلیسا باشه از بین میره. اگر اتحاد در کلیسا از بین بره، مس کلیسا میاد پایین و اونجاست که اتفاق خاصی در کلیسا نمیفته و افراد سالها شاید به کلیسایی برن و زندگیشون تغییر نکنه. باید این چیزا ریشه یابی بشه. نکته بعدی، بعضی وقتا جالبه این نکته بعدی اینه که بعضی از افراد خودشون در کلیسا خودشون رو برای خدمتی دستگذاری میکنن. خدمات و رهبران خود دستگذاری شده، خودشون اعلام میکنن که من خوانده شدم که این خدمت رو در کلیسا انجام بدم، بدون تایید رهبران کلیسا، بدون تایید افرادی که مس این خدمت رو دارن. این عزیزان خود دستگذاری شده هستن، خود خوانده شدن. عیسی اونا رو نخونده، خودشون رو به خدمت خوندن. این میتونه وقتی بدون مس این خدمات انجام بشه، میتونه مخرب باشه برای کلیسا. رهبری خود دستگذاری شده. نکته بعدی، نبی خارج از اطاعت. کسی که بدون اطاعت از رهبری کلیسا نبوت میکنه برای اعضای کلیسا یا برای خود کلیسا. نبوت بدون یکی بودن با بدن کلیسا، بدون اینکه جوابگو باشن. و این فقط در نبوت نیست، گرچه نبوت خیلی مخربه چون میتونه اطلاعات اشتباه به مردم بده و زندگی ها رو به هم بریزه. و برای همینه که در عهد عتیق میخونیم اگه نبی درست نبوت نمیکرد سنگسارش میکردن. کسی که نبوت میکنه
از تثلیث میشنوه. پس هر کسی نمیتونه بگه من نبوت میکنم. نبوت باید سازنده باشه، باید باعث تشویق و بنا باشه. بعضی از افراد، من خودم شنیدم، نبوت هایی میکنن که اصلا کتاب مقدسی نیست و ولی افرادی هم هستن که با همکاری رهبران کلیسا، با اینکه تایید شده هستن، نبوت میکنن و باعث رشد کلیسا میشن، باعث میشن که قسمت‌هایی از کلیسا تصحیح بشه. ولی اینها باید با باید در اطاعت، باید با همکاری و همکاری رهبران کلیسا با همدیگه بشه. نه فقط نبوت، هر عطای روح القدس رو ما تشویق میکنیم که عطایای روح القدس در کلیسا به کار گرفته بشه. زبانها، ترجمه زبانها، تشخیص، کلام علم، کلام حکمت و نبوت، همه اینها در کلیسا ما میخوایم ببینیم. ولی نیاز هست که زیر نظر رهبری کلیسا باشه تا کلیسا در یک راستای درستی حرکت بکنه. پس نبی خارج از اطاعت هم میتونه بسیار برای کلیسا مخرب باشه و این یکی از راه‌های خیلی جالب و به انگلیسی میگن سنیکی، خیلی زیرکانه شیطانه که میتونه جو کلیسا رو به هم بریزه. این گناهان شخصی بود که اینو نگاه کردیم. میخوام که میدونم که خیلی از شما اینا رو یادداشت کردید. بیاید در خانه بعداً این چیزها رو، این تاپیک ها رو، این موضوع ها رو بخونید، در موردش دعا بکنید و ببینید که روح خدا به شما چی میگه، کدوم قسمت ها خوبه در زندگی شما و کدوم قسمت ها شاید باید تصحیح بشه. و این بهترین جاست که ما خودمون میتونیم بر خودمون داوری بکنیم تا بر ما داوری نشه و این باعث سلامت شدن خودمون و بعد کلیسامون میشه. گناهان فرهنگی و مذهبی ایرانی. اولین نکته، بازم با اطاعت و عدم اطاعت، بی اطاعتی شروع میکنیم. روحیه بی اطاعتی ناشی از بندهای فرهنگی و مذهبی. بعضی وقتا به مردم توی کلیسا میگیم این کار رو مثلا ما در کلیسا مثلا انجام نمیدیم، یا نه برادر، این فرهنگ ماست، تو فرهنگ ما اینجا افتاده است، ما نمیتونیم این کار رو انجام ندیم. برای خود من این اتفاق افتاده که اینو شنیدم که این کاری که در کلیسا میکنیم بر ضد فرهنگ ایرانی ماست و ما این رو نمیتونیم انجام بدیم. این یک نوع اطاعتی میاره به خاطر اینکه فرهنگ ما یک چیز دیگه است. ولی همیشه تعلیم ما این بوده که نه فرهنگ ایرانی، نه فرهنگ آمریکایی یا غربی، فرهنگ کتاب مقدسی در کلیسا باید انجام بشه. فرهنگ 2500 ساله ما یا فرهنگ 300 ساله 400 ساله آمریکا، هر چی که هست، کتاب مقدس بالاتر از این فرهنگ ها هست. فرهنگ کتاب مقدس از قبل از پیدایش شروع میشه تا زمانی که ما با خداوند نگاه خواهیم کرد. پس هیچ چیز در عنوان فرهنگ بالاتر از فرهنگ کتاب مقدسی در کلیسا وجود نداره. پس همه ما باید در اطاعت کتاب مقدس و رهبرانی باشیم که کتاب مقدس اونها رو تایید کرده. در امثال باب 17 آیه 4 میگه شخص بدکار به لبهای فتنه‌انگیز گوش میسپارد، دروغگو به زبان خرابکار. بعضی وقتا گناهی که کلیسا رو به نابودی میکشه روحیه غیبت کردن هست. وقتی که شروع میکنه پچ پچ ها تو کلیسا، غیبت کردن، پشت سر این، پشت سر اون، پشت سر این رهبر، اون اعضا، اون اتفاق، روحیه غیبت یک کار هم گناه، هم خرابکاریه، هم کلیسا رو نابود میکنه. پس متاسفانه ما ایرانی ها، چون اینجا اومده، چون یکی از عادت های متاسفانه ما ایرانی هاست، این باید از عادت ها، از فرهنگ و از ما خارج بشه. ما باید این رو ترک بکنیم. مثل هر عادت زشت دیگه‌ای غیبت کردن رو باید ترک بکنیم. غیبت کردن باید از کلیسا محو بشه. ظاهرسازی و تظاهر کردن بازم از عادت‌های ما ایرانی‌ها. ظاهرسازی و تظاهر کردن، نقاب گذاشتن وقتی میایم به جمع کلیسایی. متاسفانه بعضی از افراد هستن که در کلیسا یک شخصیتی هستن، وقتی میرن خارج، میرن توی کارشون، توی دنیا، کاملا یک شخص دیگر، انگار دو شخصیته میشن. وقتی میان کلیسا
یک شخص مذهبی و وقتی از کلیسا میرن بیرون یک شخص شاید کاملا دنیوی. این تظاهر کردن سالم نیست. این باید از فرهنگ و عادتهای ما بره بیرون. ما باید خود واقعیمون باشیم. بعضی وقتا باور کنیم یا نه توی دعاهامون ما ایرانی ها با خداوند دعا میکنیم، برای خداوند تظاهر میکنیم. خداوند ما رو بهتر از هر کسی میشناسه. نقاب ها رو برداریم، خود واقعیمون باشیم و خداوند احترام میذاره حتی به اگر شخص گناهکار وقتی خودشه و میگه خداوند میدونم که من گناهکارم و خداوند کمک میکنه تا شخص از بندها و از گناهان آزاد بشه. پس تظاهر و ظاهرسازی تو کلیسا باید بره بیرون. نکته بعدی، وای و واویلا، چشم و همچشمی تو کلیسای ایرانی. توی اعمال باب 5 داستانی اومده، داستان حنانیا و سفیره. حنانیا و سفیره دیدن که بقیه مان و منالشون رو، اینم ملودی خوش آمدید، خیلی همش در حال خدمت کردن، شکر برای وجوده. حنانیا و سفیره دیدن که مردم میان زمین ها خونهشون رو اموالشون رو میفروشن میارن میدن، کلیسا با همدیگه زندگی میکنن، همه چیز رو با همدیگه در شراکت دارن. چشم و هم چشمی باعث شد گفتن خب ما هم بریم زمینمون رو میفروشیم و میایم و قسمتی از پول رو نگه داشتن، قسمتی از پول رو بردن گفتن این هم زمینه که فروختیم، پول رو دادیم و میدونیم که روح القدس اونها رو جوری توبیخ کرد که زن و شوهر مردن. این چشم و همچشمی از روزهای اولیه کلیسا بوده و امروز هم شاید در کلیسا باشه، ولی این داستان اینجا آمده تا به ما ایرانی ها نشون بده که جای چشم و همچشمی در کلیسا و زندگی ایماندار نیست. چشم و همچشمی بیرون، اخراج. نکته بعدی که جزو فرهنگ های گناهان مذهبی ایرانی هاست اینه که ایرانی ها اوکی هن که دروغ مصلحتی بگن. دروغ مصلحت آمیز، کلام خدا میگه بله شما بله باشد و نه شما نباشد. جوری باید به درست و واقعیت رو صحبت بکنیم، حقیقت رو بیان بکنیم که نیازی به قسم خوردن نداشته باشیم، نه به آسمان نه به زمین. و این بدونیم که در مسیحیت، در کلیسا، به هیچ عنوان در هیچ شرایطی دروغ گفتن در اراده خدا نیست و ضد اراده خداست و دروغ گفتن چه مصلحتی و چه غیر مصلحتی گناهه. دروغ واقعی، دروغ مصلحتی در کلیسا نیست. هر نوع دروغی از کلیسا باید بره بیرون. نکته بعدی، بدبینی و عدم اعتماد جمعی نسبت به رهبران. وقتی که به طور جمع دیگه به رهبران اعتماد نمیشه. چرا این در زیر مجموعه گناهان فرهنگی مذهبی ایرانی ها اومده؟ چون ما ایرانی ها متاسفانه تا چشم باز کردیم رهبران فاسد دیدیم، افرادی رو دیدیم در جایگاه رهبری که جایگاهشون رهبری نبوده، که اخلاقیات و شخصیتشون رهبری نبوده و افرادی بودن فاسد که متاسفانه در جایگاه رهبری قرار گرفتن. به خاطر این برای ایرانی ها اعتماد کردن به رهبران بسیار سخته و بعضی وقتا این اعتماد نیست چون عادت شده که اگر این رهبره حتما این یه ریگی تو کفشش هست، این حتما یه کاسه زیر نیم کاسه هست. این یکی از عادتهایی که ما وقتی که به کلیسا میایم باید نه فقط نسبت به رهبران، نسبت به همدیگه باید یک جوی باشه که به همدیگه بتونیم اعتماد بکنیم. همه ما باید سعی بکنیم، از من گرفته شروع کنیم، شخص مطمئنی باشم که مردم بتونن به من اعتماد بکنن. شما هم همینطور، شما هم همینطور و این باعث میشه کلیسا جای امنی باشه برای مردم. بندهای ناشی از دروغهای مذهبی شیطان، مثالی بزنم که روشن بشه منظورم چیه. مثل معنی پسر خدا. یعنی چی پسر خدا؟ عیسی خداوند یعنی چی عیسی مگه خدا ازدواج کرده که عیسی پسرش باشه؟ و وقتی این دروغهای مذهبی میاد و ذهن افراد رو به چالش میکشه و اونا میخوان که واقعیت‌های کتاب مقدس رو به چالش بکشن.
چون مذهب ما اینجوری گفته، ما اینجوری فهمیده بودیم، ما اینجوری بود. و این یک سری چالش ها به وجود میاره که اتفاقا باز هم میگم، من این تجربه شخصی منه که یک نفر انقدر از کلام خدا ایراد گرفته بود که من گفتم برادر اگه من اعلام بکنم که این کتاب کاملا دروغ، رد شده است و هیچ گونه قدرت الهی نداره، شما